فکر مثل غیب شد. مشته کجا رفته باشه اینجا؟ ماما جون مشلی دیگه بخواد متاثر شما نفتاده. مشلی دیگه بخواد ما متاثر شما نفتاده. ها؟ نفتاده. در بسته کن. این کجا افتاده؟ حیف شدی. اینه چی مایی؟ خواره برو تو کینی تو چی مایی تو؟ بله کینی تو چی مایی تو کینی؟ من تو ما چه کار میکنی؟ من مادر عباس من اینجا رو بپالنسه کنم به تاثیر شما نفتاده. اینه تاثیر ما چی افتاده؟ چی مایی که تو تاثیر ما میکنی؟ بله به یا خونی که مایی چی بفته که تاثیر ما؟ هیچی همین مشلی دیگه بخار من بفتاده شاید به تاثیر شما گفتم اینا بیام بپالنسه کنم تاثیر شما افتاده. نه بیاغلی تو کلت خرابه هوشیاری نی تو مشتی دیگه بخاطر تاثیر ما چی کار میکنه؟ خب همسایه من شما دیگه. همسایه من از کاش خونه شما است که قلبه شده بیام اینجا افتاده خجالت بکش برو مرتکی کته برو کباس سوا میکنم عباس خب مشلی برو بیروش برو بعدت خجالت نمیکشی که ریختنده خاله جان من مشلی دیگه بخار من بفتم به شما ببخشم. آخه او که مرغی نبوده که بپره بیای او کایی نبوده که بپره بیای برو خجالت بکش برو تو کینی بیروشه به تو میگم بیروش خاله جان ما نمیخورم من دوزنینی اومد. من فکر میکنم تو دوزی اگه تو دوز نباش تصور ما چیکار تو بگذار بپالم اینا. مشه اینجا گام چیکار اینه برو بیروش شده که بیروش از سرایی چینی بده که این چینی بپره خاله جان یک دقیقه بگذاری من بیریمشون با بیلا. چیکار کنم از دست کسی نمینه اشته همسایه یا بلای افتاده چی خریدی پرید داری برو بیروش اومده که کته عباس خاله جان عباس که من نمیشناسه عباس بچه شما دیگه نه باشه که ببینه تو باشه تو رو سر لغت کنم اینجا سعی کنم اینا او بر نفتاده باشه. من چی خبر من چی ببینم کجا افتاده خب برو مال بپالم بره. نه برو بیروش هست برو بیروشو
شما آرام خوری. بیخی تو تاثیر مردم بیا با پالک اگه می مشکلی دیگه بخوام ما جاری کردیم می آتش خلا خود جاری کردیم می پیدا کنیم بعد اینکه اونا جفت به پنجره پا در میخریدی بینا مشکل تو به اینجا نفتاد خیلی گپا مسئله بجی نستم برو نزن که مردم به سر تو میخندن برو مردی که میخنده ها هر کس که مال خود بیا برداره ما کم میگیرم میخنده برو که میخندن برو داره بسته که برست برو داره بسته کو عباس بیل ندارم اگه به خیر خوشی میرم بیل نداشته باش اگه از تو بده بیل نداشته باش پس از مادر تو بده از کی بده میگم مشکل تو اینجا نفتاده برو گپا بیعقلی نزن برو مردم پیدا میشن اشته آدم نافهمیه اشته آدم بیعقلی آخی یا گولی کردم وقتی بیا آمده می تاثرا میاد نخ کش میکنه میاد به تاثرا میاد که چه کاره بس میگم آخ تو شهر نداری تو عیان نداری تو سرا تو اونجا تو به تاثرا مردم چه کار میکنی میاد مثل مرغ واری میاد میپاله تاثرا مردمه آخی چی حالت تو گوشت خودتونیه چشم تو خودتونیه به زبون به تو میگم که تو خجالت نمیکشی به تاثرا مردم چه کار میکنی بفتاده هرچی بزن میگم اینجا نفتاده نیه اینجا نپال اینجا تاثرا مردم نیا عباس وقتی چی کلی خوب بذار کم پال کردی وقتی بیا که تو چی میگم وقتی بسه کی آدم نافهم بیاقل بابا تاثرا نیا وقتی زد امی گیلک تو وقتی بیا که ما به تو بگم وقتی همیتا خود میپیچونه که فقط میگم دیشب مثل که با تو بودی یا نون پخته دیشتی چی حالا سر تو چیه خوب بگین آخه به تو چی میگم به تا سرا میماستم با پردر بالا کنم برم تا سرا برو خب گیلک وردشت بیامده به تا نخ کش کرده نخ در سرا کش کرده بیامده به تا سرا آمده خب ما به تا سرا نرفتم قد قامت من هم ولی دیگه میدی برای ازی گفتم تو چی می به سرا مردم میگه هیچ مشکل دیگه ما به تا سرا افتادک من بپالم تو بگو عقل نداری وقت برو با پیاری بگو براری بگو خودت تک کوچه هست برو با خودت بگو تو خجالت نمیکشی تاثیر مردم میایی مشت دیگه بخواب تاثیر ما چه کار میکنه تو خوب فکر کن مشکل دیگه بخوام تاثیر ما افتاده مشکل دیگه بخواد تاثیر ما افتاده خب تاثیر ما چرا تک نمیکنن تاثیر کمی تو دور میرم سلام خب من امیر میگم کلی خود تا انداخته مثل مرغی ولی میپاله وقت برو با پیاری بگو با براری بگو تاثیر اینا یا گاوی هم دستوری خوب بزن که نگن که خوب بوده وقتی برو برای بگو که چی حالا به سر مردم بگم نمیفهمم به خدا آدم کتی کلون شرم آیا خوب چیزه تو سعی که تو اینا رو همه با هم ریخته ای تو سر بده بیام یه خم پیار تو بگیرم آدم نافهم کلونه بیام تو تاثیر مردم جو تو بیا فکر همین که مشکلی دیگه بخواره به تاثیر شما نفتاده نه ها تا کوچم ندیدی تو بیا بریم یک دقیقه تاثیر شما میر بلکه مشکلی دیگه بخوره ما پیدا شه درس شما وایه بیا تازی نفتاده؟ نه ها؟ نه تو بدونی که نفتاده؟ بام چرا ترک میکنه؟ خب بابا کدوم لعب افتاده دیگه؟ تاثیر از اینو نفتاده، تاثیر شما نفتاده، میشتی دیگه بخواه ما کجا افتاده؟
چکاره گیلا ها؟ چکاره تو ندیدی که جیجو چی؟ همین مشتی دیگه بخار ما بافتادم چون یا به تاس سراش ما افتاده یا به تاس کوچک افتاده به سر عباس اینا سر عباس رو بپریدم نبوده تو مغز ساعت تو خرابه چرا؟ تو دیونه شدی چرا؟ تاثیرا با من گریمش بپری مشته تو کلی تو خرابه و کله خراب میاد دیگه بافتاده به تاس تو سراش سکو همه چیزار به هم ریختی تاثیرا رو سته به هم بیریشو چرا پیریشون؟ چرا بیری نشی چی تو میپری ادورو دروغ نیخو مشتی دیگه بخار ما بافتاده تاس سراش خاکا بیریشو از رکبار تو داری بیشتر ندارم عقل کمال اگه داری به تاثیرا با مشنیدیم چه خور میکنه و بافتاده دیگه تاس سراش بافتاده. یا به سلام سایه افتاده یا به سراش شما دیگه چی فرمون؟ همه چای دیگه به سلام و سراش شما نیه؟ بیری و موشکی میده که افتاده بیریشو و تو برو بپرسم مادر خو بیریشو چی با بپرسو تاثیرات که ما به سرا بپریدی با پرسیدن چی داره تو اشتر نگی سیاسرا و تابی سرای توی لای یک لای هم تصف دای نگی بخیشی بیادی تاثیرات بابا جان من همسایه شما من برار تو هم اینجا بیا مدک بیا مدک تاثیرا ما به سیاسرا چی کار تو دارم؟ چرا به من نگفتی بیا بیریشو بیا نه یا لای نمی لای من جفتی کدی فقط بخوردم سلا خرابی از اینا سرا خرابی از مشتی اینا من گم شده باشه بیریشو بیل ندارم من بود بیل ندارم خدا گردن ما بند باشه نیه گردن ما بند باشه شما همسایات دزده من بیل ندارم برو یک قبی بخوام همون مشتر خوب همون مشتر خیر عجبونی خو نبینی خیر عجبونی خو نبینی این مادر عباس تو سیکو چی میایی به تاثیر ما پس اگه به تاثیراتون افتاده به قبرستون افتاده به تا کوچه هم نبوده به کجا افتاده تو دوزی دیگه تو زنی حروم میخوری از بچه تو چی گلهیه بیل ندارم به خیر خوشی همو به سر دیگ بخار خو میگذاریم همو به خیر خوشی دیگ شما صدا کنه بخور به می قسمت کله تو مادر عباس حق به می قسمت کله تو بخور که منفجر شه به خیر خوشی بری به پیرون قربستون آمالا بله مامون روز اشتنی مامون روز شكرا مدير خوبی بخیر سلامت شکر خوبه شکر الحمدلله خیریت رو کجا؟ خیرات مامون روز امی به چه شما گلک بیان شکایت به در سرا شما خیریت؟ بعد از اینکه ما روز نداریم مامون چه کار روز کرده با چه کار کرده گیلا؟ ما به سرا خو بودم خب ای بیان دست واقع تاثیر میپاله خب یه دایم مادر بیچاره بیرون شده و تاثیر دیده که گلک پس بفته داخل خونه هر چی بزی میگه بیروش چه کار میکنی تو از کجایی چه کینی تو من گلک با مادرم بفهمید کی به چی شما نه گلک میگه برات مشکل میپالم برات مشکل دیگ به تاثیر مردم همونجا گفت مادر اینا همشیری اینا خوارام اینا میارم تاثیر یک دم میره نی سلام نی علیک نی تیک تیک در واقع داخلش تاثیر میپاله برات مشکل دیگ بخواد کار خوبیه بیا لدک بچه چه کار کنم؟ اشته بیارم کمر جا کار دست میده اگه هوشیار باشه نمیفهمم مغزه کمینه نامحرمه کاکا جون معذرت میخوام که خب دادم تو برای میگم من برای میگم بفهمیدی برای میگم که دیگه کارا خو این کار نکنم خوب نیست یک دم اگه پیارم بودم به سلام میامد این گلک و دست سلام میدید این میتونم دیوار میزد مامان روز خب باشه من برای میگم بیارم آدم اصلا خراب بیام به شما برای چای بخوریم. دیگه کار نکنه خیلی بریم خدا خدا خوش خوشم خوشم بفهمونید خوب خدا میفهمم خدا با بیلا میگم تو شرم آیا نداری؟ بله تو شرم آیا نداری؟ مثلا چی؟ مثلا چی؟ تو چی خاطر تاثیر عباس اینو رفتی بدی؟ به تاثیر عباس چی خاطر رفتی بدی؟ دیگ بخار خیلی فشفشی بالا شده بود خب. یک بار دیدم ترقص مشله بپرید خب این میشله هر چی تاش پس خونه بپریدم دیدم نیه خب. براتون تا کوچر بابا سیکدم دیدم نیه خب. یک دمه به فکرم آمد که بابا تو عقل کمال داری چری میپلی برو سیکو افتاده به تاثیر همسایه میگم این مرمی بوده که ببره به تاثیر همسایه افتاد کی مرمی بود؟ همین مشله دیگه بخور اشته مرمی نه این مرمی بوده که بره کوچ خونه بدرشو بره به تاثیر همسایه افتاد از کجا از این خونه؟ یا فرض مثال دون کوچ آشپزخونه این مرمی بوده نه بیار ساده تا به کی به تو بگم
مشلی دیگه بخور بپره بم در پیش دیگه. شما بابا اگه ما به شما یک لگ میدم اگه شما از این تا آشپزخونه از این جگا دیگ بخورم مشتری پیدا کردیم اسم ما بگردیم یکی هسته یکی دیگه اینا آروم خورم مادر حتی کم کو بابا جو اگه من میفهم میگم تو تاشون بیا بز بابا میگم بچه جان این مرمی نبیده که به پریده باشه برفته بابا جو سعی کنی یا به تا کوچه رفته باشه حالا بابا من میگذاریم من میگذارم ها بگذاریم ما بگم خب بگو. همین عباس همین مادر آروم خورم میگه برو من حالا به 25 روپیه مشلی دیگ بخرم آن خودی مثل شما برین سعی کنیم همین کفتر بازار بپرسیم بگین کفتری که میای به محله بالا که پیش کفترها شما بشینه از شما میشی یا نه آفرین این کو کفتر این کفتری بیده که برفته تاثیر این مشلی دیگ همین تکا همین تا شد خب امیده شد بفتاده به تاثیر رسیان که گلک ساده بیدی ما ساده ما کمرام ما که بیل ندارم به خیر کشی میگم واقعا حالا میفهم که هیچ کار از دست تو نمیاد حقیقت و تو بگم شما بابا طرفداری از اینار میکنی مردی که به 25 پر رنگ خود زرد میکنه از ساده اون مرمی نبیده که به پریده باشه برفته تاثیران یا کفتری بیده باشه خب چی شد یا چوقوکی بیده باشه یا مشلی دیگه بخور به پره میفته در پیش دیگه بخور خب بابا حالا همه چیز ما دیونه بگیم ما ساده بگیم تو دیونی هستی اگمی دیگ بخور ما مشتی دیگ بخور ما تاسرا از اینا هیچ نکنی دیگ مر بروم سیاه کنیم اگه همون مشلی دیگه بخور به تو آشپزخونه نبید بروم تو سیاه کن خوبه تو هم مقدار عقل نداری صحیح اما هرچند که تو نصیحت میکن فقط از این گوش میره از این گوش هم بدر میشه خوب من نمیفهم بابا شما و مادر عباس با تو که برفتی چی در سالن تک تک نکردی بودی چی چه به در سالن تک تک نکردی بودی که برفتی بودی به تاجی بارشا تک تک با کجا بود تک تک میکردم که میامدم میگفتم اول ور میدشان قایم میکردم بعد میامدم میگفتم نه نیه ما جت از اینو میبودم میفهمی تو رو همین تو مثل که تو دهن تو داغ بودی بله یا مردم بزنم گفتم همین عباس همین از که با تو لیاس کرده گفتم این راز اینو من میبودم گارم برم سرا کجیری اینا رو بپالم نره که من به خدا دیگه بخواد گوشته پیدا نکن بابا اینجا من نمیآیه فهمیدین با ما برم یک ذره با کرام کلا خراب نری بر خود پس با کجا افتادم عادی اون خدا به تا آشپزخونه یا یک جا ما دیگه نیه بابا من با برم پینجری په کرام بودم برم مشتی دیگه بخواد بگو ابدا مشله گدی شدی ساعت یک بخواد ها ابدا کیر گدی شدی دوتا یکی هست یکی نیه انا خوش که خور مسخره نکن بابا جان میگه فقط مال خور مکان بگیر همسایه خور دوست